چل دختر آمد، بیل زد، جویا را کند، آب جاری شد و این زمین های خوش که یک وقت دشت و بیابان بود و این سرسبزی تبدیل شد. تقریبا 70 سال پیش مادر بابا کلانه ما با ما این قصه را کرده. خود ما ندیدیم، چشم دیدی خود ما نیست. خود من 50 سال عمر دارم، ما چیز ندیدیم. آدم میکشه همین چیزی کاره که بخوایی میکنم. این بیچاره هر کار است. هر کار است، یکی نماز نمیکنه، یکی نان پختن میکنه دیگه. هر کاری که بخوایی میکنه. شما همین در این منطقه زندگی میکنین دیگه، همین یک قدم را میایین دیگه، هر رقم ترکاری کار بود اینجا میکنین میبرین تازه. هیچ ضرور نیست برید مارکت. شش بسپره گشنیج کاشته بودیم. شش بسپره کاشته بودیم. مهربانی خدا و شکر خدا بود که موی یک لک 30,000 روپیه نخ کرده بود. به نام خداوند. سلام عزیزان دل، امید است که خوب و صحتمند باشین. امروز آمدیم به منطقه چل دختران ولایت کابل که مربوط به ولسوالی چهارسیه میشه. امروز در یک فضای متفاوت و خیلی یک هوای مقبول قرار داریم عزیزان دل و خواستیم که درباره منطقه چل دختران براتون معلومات بدیم. اولی که چرا ایره چل دختران میگن و همچنان میبینین که در بک‌گراند ما زمینای زراعتی هستن. ماشاءالله مردم هم مصروف دهقانی و کشت و زراعت هستند. درباره اهمیت زراعت در این منطقه هم براتون بگویم که مردم چطور از کاروبارشان و ای که چی چیزایی در اینجا کشت میشه. تشکر از اینکه بیننده ویدیوهای ما هستین. با ما باشین دیگه، درباره این منطقه زیبای چل دختران براتون معلومات خواهد. ماشاءالله میبینیم منطقه خیلی یک ساحه عالی است و همچنان متوجه کاکای عزیز ما شدیم که مصروف کندن مولی سرخک است. ازشان پرسان میکنیم درباره زراعت از این منطقه. سلام کاکا جان. بخیر آمده. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتان خوب است؟ باش من در پولیتون هم تو بشینم، همون تو دیقانکی و بینده های ما خود معرفی کنین. کاکا جان نامتون چی است؟ نام عابد از منطقه اصلی از لغمان هستم. این دی چل دختران نو زمین گرفتیم دیگه. مثال دیگه بیله خدا این افتاده ایم دیگه، خودت میبینی دیگه. کاکا جان چقدر وقت میشه مصروف دیقانی هستین شما؟ ما تقریبا خب بسیار دهقانی کردیم، خود ملک پاکستان هم کردیم. چقدر وقت پاکستان بوده؟ 40 سال بودیم. 40 سال در پاکستان بوده؟ از وقت داوود خان رفتیم مهاجر شدیم. چه وقت آمدین پس؟ پس این وقت کرزه بود دیگه. حالا آده پیش در خوجه رواش بودیم، حال امسال دیجا آمده. همین قوم رو تا که گذراندی دیگه، دیقانی گذراندی. نسون ده خود است که ما دیقانی میکنم، این حال سفید است. ماشاءالله. تنامی ترکاری کشت میشه یا دیگه محصولات آمده دیگه فصل؟ فعلا خود ما کسیم گندنه کشت کردیم، همین که تو ششتی گندنه است. این در سرش مولی سرخک است، مولی سرخک جمعی با پس گندنه میشه کرده. دیگه گشنیج، مولی سرخک، مثلا کاهو، می چیزا دیگه میدکاری سبزی کاری است دیگه. اسما فرق دیقانی های قدیم که در حال چی است؟ حالا فرق هست دیگه بسیار. حال سهولت آمده یا قبلا نه سهولت؟ سهولت هست خب، ولیکن مشکلات از همین کوت و چیزاش بسیار مشکل است. ده 3,000 3,500 پر است، ده 3,500 پر مثال اگه بیاصل پوره نمیکنه. خب یا که اولی را کشت میکنین کود کود میخوره، کود که نخوره خوی برگ نمیکنه، چه سبزیجات نمیکنه. و درباره او چطور ایجا او هست یا نیست؟ مثال خو او هست دیگه، فعلا او هست، بعد از اون ماشین چالان میکنه. ای که ماشاءالله میبینیم محصولات زیاد از خدا دیگه هم زیادش کنه. ایره که میکنین هم یا لجریان کندن هستین،
ایره باز از کجا میفروشین؟ این مارکت میبریم. مارکت طرف کابل؟ طرف کابل مارکتش میبریم. اینجا خود سودا نمیشه، یکی میخوره، هر کس میگه می تو بده. آره یک تو پیسه تخمش پورا کردن این ملی سرخه 1000 پس کیلویش هست. 1000 روپیه کیلو؟ گندنش 3.5 4000 5000 است. این ملی سرخه که 1000 پس باشه که بله خدا امید خدا را گرفتیم که باشه که چی میشه. همین وقت که مصروف دیقانی بودین ماشاءالله تقریبا کل عمرتون دم دیقانی زدین. دم دیقانی زدین. دیگه عمر ما را ختم کرد، چوکی را زیر کدوم از پای خلاص کرد، جوانی را ختم کرد، هر چیز را ختم کرد. نه ان شاء الله ماشاءالله کاکا از ما کدام فعلا تکړه هستین. شما مردم قدیم هستین دیگه، بسیار هم تو تکړه هستین. ما دیگه زنده باشی و خیر باشی بچه جان. خیر ببینید. بهترین یا مو جالبترین خاطره که در این وقت از دیقانی داشتین چی بوده با بینده های عزیز ما بگوین؟ والا دیگه یک خاطرات دارم که مثال گپ دیگه نه خو یه خمسال زمین گرفتیم نمی خو رواش یک خوب خاطرات بود. یک 6 بسپره گشنیج کاشته بودیم. 6 بسپره کاشته بودیم. مهربانی خدا و شکر خدا بود که مو 1,12,30,000 روپیه نقد کرده بود. اینی خاطرات ما در افغانستان از داده. 6 بس زمین یک پیسه را تناز گشتی که دمو سال که سیر که ترازی 1200 1300 رسیده بود. دیگه اینی بی تقریبا از کرزه به این بغل دیگه ما یه چرا ندیدیم. اون در پاکستان که پاکستان کلی سبزی خور بود که میشد زندگی بود نه تیر میشد. خدای جگه آمدیم زندگی ما یکی مشکل شد که یک کس با ما هم دیقانی دیگه زندگی ان شاء الله خیر باشه. بینده عزیز ایره میفهم که ترکاری باب یا سبزیجات خیلی فایده داره و حتی دکتر صاحبای عزیز هم میره همیشه میگه که حتما سبزیجات در غذای خود داشته باشیم. کاکا جان شما هم درباره از این فواید سبزیجات میفهمین اگه با ما بگید؟ حالا فعلا که می دادی سمم سرخه این ملی سرخه که این نظمیر پایدیش سوبکی بینار و چربی خون بر مرض شکر ماشاءالله بر ضد دو چیز که است بینار سوبکی 5 دانه شبه خب مهربان خدا دیگه هر چیزی خودت هم میخوری کاکا؟ چرا نمیخوره؟ خودم کشتکار میگه خودم میخوره. این تکلیف ریس سفید بس تکلیف معده رو نداره. چند ساله هستی؟ یارا تقریبا 60 هستم 65. ماشاءالله 60 سالگی تکړه هستی. کلش از برکت از زمین. زمین است. بایی که رخ ما تازه است صوبکی که میگم کلی فرق می باشه. امی بر انسان بر دکتر صاحبان خودش هم میفهمه. بو بقا مرض خوب است همین او کاوک است اون کلی مثال دکتر صاحبان میفهمه کلی میفهمه. این بخش شکر بسیار مفید است بر چربی خون بعضی چیزا مفید است. او اون پالک از کلسیم عین داره. واقعیت که این بله و خیلی مفید است. سبزیجات حتما دیگه کوشش کنین سبزیجات بخورین. سبزیجات که بخورین خوب است. مثل کاکای ما خوبم تو تکرار خدا بس صبح که اول بینار میم یقین که کدیگل میخورم اگه در قصه جام باشه گل میخوری نمیشی نه اولاد نیت در کالا پاک میکنم میخورم میگه که می مکروب میگیره یقین که اگه ما مکروب گرفته و چیزی گرفته بیا از کلی تو جوان از خودم ما نات پس برام کل از برکت از امیست که بدن شما در فعالیت است به خاطر از این ماشاءالله تکرار است. فعلا شکر خدا است که مردم میره در سرکا میده و ما در کرده خود قرار کار میکنیم. بل میزیم والا خو یا درد ببینید یا چه سر دردی رو یا پای دردی رو ببینید. شکر که خوب هستی کاکا قربان سرت. ولی نه خوب این ورزش است که خودت هم میفهمی او چیز ما صبحی وقت از زمین ما سری خدا رو میافتا برآمده نمی در کرده میباشه. خود از می هفته و میال زیر هفته و ششم خودم یک ویتامین دی برام میده. یقین کنین یگان که از هر طرف ویتامین. می گرمی از سردی است ولی ما گرمیشه بپام یا سردیشه بپام. یقین 12 بجه شام کار کنم در 1 بجه روزم کار کنم کرده ولیکن دیقان انسان کمک که خوراک صحیح باشه هیچ مشکلات نیست. همین جبرت نان میاره یا میری خاله؟ یقین که کاوچ باشه در خانه نان مزه نمیده. در کاوچ هم که بشینید در ترس نان میخوری. یک از زمینا خود ما مختصیم در سن 23 سالگی دمی که کردا خوردیم دمی یک قرن پلاتی بزن که دو کاسه رو بخور که درد نخوری. شروع بیام که هر چیز خوراک زمینداری که از جدا چیزه. در گفتی از که یه نهار یگانی که اسم میکنه ولا که ما مرض دارم شکر دارم اون نانم نیم کلم میخوره. غذای دلخواهی چی است کاکا؟ او گفتش که هر چی که داری ماما هر چی پیش آمد خوش آمد تا بچه جان دگیری که گفتن نمیدن که الله پاک
ناراضا میشه که این خوش دوست داره میره نداره. واقعا چقدر کاکای ما بیکبر است. ما در قصیش نه که نان چای هم باشه ما بخش ما پلاو است، اگه پلاو هم باشه بر ما نان چای است. این خاطره جالبه اگه از جوانی ها بگی چیه؟ جوانی را خاطرش خود زیاد داریم. اونمی خاطراتش که جوانی ما در انقلاب داشت. این در انقلاب داشت در گیده کوبرو جوانی ما اینده تیشه. ریسپیتی ما اینده خاک افغانستان است. کال تلام شد چی کنمش. جوانی که ختم شد. خیر دیگه این دنیا خوبی از این فانی است کاکای. انشالله که دنیا دیگه ما خوب باشه. بیا شکر خدا میرا شکرگزار هستیم که مرض درد همین که نداریم. ندارین شکر. همین خودش پاچاییه. شکر است که یک مرگ از در روی ما خلاص اگه چیزی نیست. کاکای جان عزیز تشکر از اینکه به ما وقت دادین. خداوند می کارتان برکت بده. تشکر بسیار گپای شیرین زدین. خداوند تعالی شوهرم خوش داشته باشه، هر جای که باشه خوش باشه، آباد باشه. هر جای که باشه خداوند تعالی جنت فردوس براتان بگردان. جوانیتان خدا سر خودتان ببینه. قربانت. خلاص اگه این مشکلات از این زندگی است، اگه این دولت باشه مثال اگه سر ما کمری فکر کنه که یک همدردی کردیم ما کنه. یک وقت بود در وقت داوود خان پدر خودم دهقان تیر شده. ماشاءالله بخیر دیگه کس پدری است. یا کسب پدری ما یقین که سردار شعیب میگه داوود خان کاکایش بود در منطقه لغمان ما خودش میامد کوت هر چیز به یا به قرض یا به چی میداد، ولیکن اینجا او کارا نیست اگه فعلا. انشالله که دولت عزیز ما به دهقانان توجه بیشتر داشته باشه. توجه که نکنه مثال گپی خو نمیشه که مثال گپ ما زیاد داشته باشه در خانه 10000 20000 30,000 بچسبه. او این از زمین سر 80000 پر 90000 تا تخم خورده. گندم خو یک زنم میکاره. واقعا گپش سبزی کاری کنین که وطن ما افغانستان ما گل گلزار به سوی جهان برسه. ایره اگر مثال حکومت هم متوجه کنه که دمی در نرخ نوام خود کمری شور بده در چیم شور بده ای تو خونه میشه که در چرپایی ما تنها خواب باشه. خب باید که هم خاص اول خودت شور بخوری که فرساد ارسان کنی که والا به دولت ای پیام ما را برسه که دهقانا هم دردی کنین. انشالله که پیامتان به مسئولین برسه. بینندای عزیز با کاکای عزیز ما بودیم صحبت کردیم که درباره دهقانی صحبت کردن. با ما باشین انشالله. از منطقه چل دختران با دیگه عزیزان ما صحبت میکنیم که دلیل از اینکه چرا چل دختران میگه از این هم پرسیم. سلام خوب هستی لالا؟ بخیر. سلام علیکم. خوب هستی بیادر؟ خیریتی است؟ آرامی است؟ بخیر هستی؟ از همون دور دیدم تا که از این محصولات کاکای ما میبری، از این ترکاری خانه میبریشه؟ خانه میبریم. محصولات خود منطقه است. همینجا از این منطقه هستیم. این زمینا کاشته میشه میکاریم میبریم خانه. چقدر خوب. والا شما همین در این منطقه زندگی میکنین دیگه، همین یک قدم را میایین دیگه هر رقم ترکاری کار بود تدیجا میکنین میبرین تازه. هیچ ضرور نیست برید در مارکت. نه ضرور نیست. خب منطقه است چیزا خو میباشه. زمینای زراعتی است اینجا. این منطقه مارکت یا ضرورت نمیباشه. اینجا میگیریم میبریم خانه استفاده میکنیم. گندنه و سرخه که چیزا اینجا کاشته میشه از اینجا نزدیک میایم از زمینا میگیریم میبریم خانه استفاده میکنیم. ضرورت نیست که بازار بریم بگیریم استفاده کنیم. باشنده همین منطقه هستید؟ بله از این باشنده چهار آسیا هستیم. قریه چل دختران ولایت کابل از این منطقه است. حالا یاره که از محصولات کاکای ما میکنی برش پیسه میتی یا نه؟ والا نه خب پیسه نمیگیری. خب منطقه است. چقدر ساعت از یاد تیره میگیری یک دسته دو دسته. خب معلوم نمیشه در کردام میگیریم میبریم. خیلی میام همکاری میکنم میگیریم میبریم خانه استفاده میکنیم. نه والا زمینای جر هر چیزی کار داشتی بیا بکن دیگه ببر. دیگه همسایه هستین؟ همسایه داری زمین از دیگه. خب باز میکنن میبرن بازار میبرن ما اینجا میبریم تو خانه استفاده میکنیم. خلاص نوش جانت دیگه. خب تشکر از اینکه با ما وقت دادید لالا. انشالله که در نان و چاش دیگه خب مزید بتونی سرخه. تشکر بیادر. خیر بین زنده باشی. به شما موقعات خوش میخوایم. زنده باشی. تشکر. سلامت باشی.
تشکر بسیار زیاد از کاکای عزیز ما. عزیزان دل، گفتیم که در منطقه چل دختران هستیم. شاید به شما این سوال پیش آمده باشه که ایره چرا چل دختران میگه. قبلا این سوال به ما هم خلق شده بود. اینجا یکی از باشندگان این محله داریم که با یا صحبت کنیم که چرا این منطقه را چل دختران میگه. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیر و خیرات. تشکر، سلامت باشین. اول خودتان به بیننده های ما معرفی کنین، بعد از او باز میگیم که ایره چرا چل دختران میگه. اسم ما جمال الدین، باشنده از همین چل دختران می باشم. کدام روایتی وجود داره که چرا ایره چل دختران میگه؟ چل دختران میگه زمین های ما را که میبینی جوی را چل تا دختر کنده در یک کوی سیاس همونجا به شما در معلوم هم میشه. در یک کوی جوی چل تا دختر کنده، ایره به خاطر از این نامش چل دختران مانده. تقریبا 80 سال پیش پدر بابا کلانه ما با ما قصه را کرده. خود ما ندیدیم، چشم دیدی خود ما نیست. خود من 50 سال عمر دارم، ما چیزا ندیدیم. پدر بابا کلانه ما بر ما قصه را کرده. منظور از اینکه این زمینا را یا ای جوی گفتین کنده که چل دختران بودن، چی بوده؟ ای چرا کنده نیست؟ ایره به خاطر این کنده می زمین اینجا زمین زراعتی زیاد است، به خاطر زمین ها ایره کنده، کسی کنده نمیتونست. برای ما قسم است که جوی که میکن که کور کده بیل میزد وقت کلو خدی کوی رقم میرفت که جوی کنده میشد. این حال اون کور ماشینری هم کنده نمیتونه، با کلم با بسیار مشکل میکنه یا که بیل میکنه. ای اثر که مثلا ماشین هم باشه واره کنده نمیتونه، ولی چل دختر دانست کن. 40 تا دختر ایره کنده. شما گفتین که اونا رسیده بود، مثلا چه قسم؟ جمع بی ها بود، چی بود، نه تو یک چیزی خاطرات داشت. پیندای عزیز قسمه که لالای ما یا کوکای ما گفتن که ایجا دیگه در قدیم 40 تا دختر بودن که از جمله بزرگا بودن که این منطقه را دیگه کندن و یک کانال یا یک جوی را کندن تا به این مناطق یا به این منطقه 40 دختران آب وصل شود. از دختران یا از زنان افغانستان یاد شد. قسمی که میفهمیم در تاریخ افغانستان زنها هم نقش بسیار زیاد داشته. از قهرمانای مثل ملاله یا مثلا رابعه بلخی یا نازو انا، خیلی زنای موفق یا خیلی زنای قهرمان افغانستان هم بوده که به این وطن به این خاک خدمت کردن. قسمی که لالای ما گفت که در اینجا مثلا 40 دختران بوده یا 40 دانه دخترای جوان یا 40 دختر بوده که نمی محله را کندن یا به این منطقه او را از او کوه وصل کردن. ثمرهش میبینیم که اینجا مردم مصروف دیقانی هستن که حاصلاتش هم میخورن. این کلش از برکت از همو بیبی ها یا از همو دختران بودن. خب کاکا جان، کاکا برتان بگویم یا لالا بگویم؟ هر چیز بگی برادر ماستی. کاکا بگویم قار نشی نگویی که ما قصنم بلند نیست. کاکا چرا میگی؟ شما خودتان مصروف چی هستین؟ خود ما مصروف همین دیخانی هستیم. خودتان هم تو از پدری کسب دیخانی بسن؟ پدرم 28 سال پیش ما خود ما کارا میکنم. شما ماشاءالله کاکای مواری خوبم دو تکرم ماندین. فضل خدا تکلیف نداریم، مشکل نداره. همین کلش از برکت دیخانی است. شما چی کشت میکنید؟ ما گندم کشت میکنیم، کچالو کشت میکنیم، پیاز کشت میکنیم. فصل گندم چه وقت است؟ فصل کچالو چه وقت است؟ و پیاز چه وقت است به این دههای ما؟ فصل گندم تیر ماه کشته میشه، در ماه جوزا ورداشته میشه میرسه. و فصل فعلا ترکاری است نه؟ فعلا ترکاری است. فصل پیاز اولی بار کشته میشه، تیر ماه ورداشته میشه. 50 سال که شما گفتین عمر ما است. این منطقه 40 دختران هستین؟ 20 سال شده پاکستان بودیم. در پاکستان چی میکردی؟ اونجا هم دیقانی بود؟ نه، در پاکستان در یک مؤسسه کار میکردیم اونجا. مهاجرت بوده. دوره مهاجرت هم تیر کردی؟ ایره بگوین که پاکستان خوب بود یا وطن ما؟ اینجا بسیار خوب است، وطن خود ما. باز قصد نداری بری طرف؟ پشتو یک مطل است میگه پردای کرد تر نیموش بود. واقعا چه پردای می باشه مملکت مردم آساد از خود می باشه. واقعا یعنی پردای کرد نیموش بود. ایره مادرای ما میگه زمونږ مورم دا ویل چې مثلا پردای کرد نیموش بود، دا معنا چې یو شی چې دیو پردی نه واخلې یو ورځ نه یو ورځ خامخاستانه بیرته. 40 سال اونجا تیر کردیم، خدمت کردیم، چه کردیم. امروز معلم ها را مردم دور میته، بندی ما میکنه، پردای کرد نیموش وی نمیخاطر است. در مملکت خود شب روز بگرد گپی نیست. بیا خیر باشه انشالله. انشالله که به سوی خودکفایی بریم. مشکلاتتان به مسئولین زراعت اگر
مشکلات ما خیلی است که اقتصاد ما مردم خراب است. زمین زیاد مصرف می‌طلبه. کود مود ماسایی به او رقم که می‌طلبه ما رساندن نمی‌توانیم. اگر برسانیم ما پیش یکی پیش دیگه برو کل اگه مشکل داره مشکل کس حل کردن نمی‌تونه. اسلام دولت اسلامی افغانستان امارات اسلامی میرسه که دیکانه کمک کنه بسیار کار خوب است. انشالله که پیام شما به مسئولین وزارت زراعت یا مسئولین زراعت برسه و انشالله مشکلاتتان حل شد. تشکر، زنده باش. کاکای عزیزم تشکر از اینکه به ما وقت دادی و درباره تاریخچه 40 دختران با ما خیر باشین، زنده باشین، سلامت باشین. بیننده عزیز هستیم در منطقه 40 دختران و درباره تاریخچه 40 دختران که این منطقه را چرا 40 دختران میگن این هم شما فهمیدین، براتون کاکای واضح ساختیره. و یک گپ دیگر که فراموش نکنین این است که این منطقه 40 دختران که فعلا ما هستیم این مربوط به ولسوالی چهارآسیای ولایت کابل میشه، چون که منطقه 40 دختران به نام 40 دختران شاید در دیگر نقاط افغانستان هم باشه. خواستیم که را براتون وضاحت بدیم. با ما باشین که دیگه با چیزای جالبی روبرو میشیم تا او را هم با شما شریک بسازیم. بیننده عزیز، وقتی که در سر زمین ها یا در بخش زراعت میم یگانه چیزی که متوجه او میشیم تراکتور می باشه، چون که تراکتور خیلی ویژگی خاصی داره در بخش زراعت و ما خواستیم درباره تراکتور هم به شما گزارش بدیم که تراکتور چی ویژگی های دیگه داره. باش که بیایم پیش دوستا، اجازه است استاد؟ بسم الله. همینجا بشینیم صحیح؟ سلام علیکم. علیکم، جور هستی؟ بخیر، خوب هستی؟ بخیر باشی. تو کارت انجام بدی ما که تو گپ میزنی. اول خودم معرفی کن. نامم ترکل است، باشنده 40 دختران از ولسوالی چهارآسیا ولایت کابل باشنده. ترگل جان کاکا چقدر وقت میشه مصروف همین تراکتور هستی یا قلبه هستی؟ نمی تو فکر کو که یک 28 سال میشه که مصروف زمین کار هستیم. ماشاءالله 28 سال عمرت دمی کار زدی؟ 28 سال دمی کار پس بستیم. این تراکتور خو یکی خو ما کدش قلبه میکنیم، دیگه چی میکنیم؟ سرازی ترشل میکنیم، دراو میکنیم و چی میکنیم؟ راکل میکنیم، زمین ها وار میکنیم سر زمین. نمی کارا رو میکنه، یگانه که برک از پیش میگیره و نمور برش بسته میکنه، خوب کار کم میده، آب هم میکشه، همین چیزی کاره که بخوایی میکنه. این بیچاره هر کار است. هر کار است، یکی نماز نمیکنه، یکی نان پختن میکنه، دیگه همیار کاری که بخوایی میکنه، چشمای کتیجی نخواه. گواه بود آل خو اعتراض خود که گاو ماو نیست، آل کلش نمی چیز است، سریمی کلگم میکنه و سریمی وارکاری هم میکنه. هر چیز یک استاد کو فهمیدی؟ و خو گواه بود آل گواه ماو نیست، کلش نمی تراکتور است و بازم تراکتور ریزه و کلان داره. او کلان که است که نمی است و ریزایش که است که بازو قزور نمیکشه که زمین حلال کنه یا مثالی برای دیخانی که زمین بزنه که او اصلاتش بگیره. من تا نرخای ازی بلند هم است، 1900 ساعت کار میکنه و ریزایش ساعت 1900 میگیریم. ساعت 1900 اینطورا را میگیره. در یک ساعت چقدر زمین شما تریشل یا قلبه میکنید؟ در قلبه که است که جریب یک ساعت ما یکل دوال میزنیم و تریشل که است باز او ساعتانه نیست که باز سر گندم است. مثالی در چند که جور سر کتش آمدی در دوم سر در 15م سر او باز در اینطورا باز جور کتش میایی. او دو جانب که در چیز گپ زد باز همون چیزایی چی میکنه؟ تریشل میکنه دیگه، اونا گندمایش میکشه، صاف گندم برش میده. تراکتور دیگه ماشاءالله سهولت است، بگویم که خیلی سهولت آورده. شما که از همین تراکتور راحت هستین یا قبلا که او گوا بود که گاو قلبه میکرده که کدامش راحت؟ حال خو که می تراکتور دکان مردم راحت است و خو بسیار ذلیل کننده عمر بود که تیر میشد، فهمیدی؟ حال خو اعتراض که زنگ میزنه مثال میره به یک ساعت هر چیز خلاص میکنه، پاک صفا یا جویا یا برای دیگه چیز یا برای گندم کلش هم تو یک طرفه خلاص میکنه. او خو گوا بود
همه کار دمی یک روز کلبه نمیتونست. حالی هست که دمی یک ساعت نیم ساعت 40 دقیقه پاک سپا خلاصش میکنه. این تراکتور نسبت به موترهای دیگه خیلی سخت هم است. اینو چطور یاد گرفت؟ ولی این خاطر زگکی که موترهای دیگر ما میچلاندیم، باز اون موتر را مزیم نداد دور ایلا کردیم، باز نمی کسب و کارم شد. از رزگکی تا باری نمی کاریم است. این هم دیگه یک بخش بسیار کلان از زراعت. از وقتی که درباره زراعت کم میزنیم تراکتور که نباشه دیگه کار لنگه. تراکتور خیلی تراست که در این شرایط که تراکتور نباشه سر گوام و زراعت پیش میره و رفتنی است. فهمیدی؟ حالی نمی تراکتور است که زراعت پیش میبره. امی رقم کار بخوای، هر رقم چیز بخوای این میکنه. مثالی راکل کاری باشه، وارکاری زمین باشه، مثالی دوپال باشه یا دیگه کار باشه، امی تراکتور که نباشه سر گوا کی میشه. نام از این چطور است که به جای تراکتور هر کاره بانی؟ والا یه خو کمپانیش نمی تراکتور مانده دیگه، ما چیزی گفته نمیتونیم دیگه که ما نامشه دیگه فهمیدیم. کدام نام خاص هم شما خودتان تعیین کردین به این؟ نه والا تو والا نام چیز تعیین نکردیم برش. دیگه در کارت برکت کو جان. متوجه شدیم که مصروف چی بوده دیگه، تراکتور یا قلبه بودی. خواستیم که صحبت کنیم. تشکر از اینکه به ما وقت دادید. زنده باد. تشکر از شما. یک سپاس جهان. فهمیدی پیام چی است و همون کسایی که چی دهقان باشه چی مردم افغانستان یک پیام همون مزدار اگه بود؟ پیام ما این است که امی افغانستان ما که متارام باشه، متارام داشته باشه. فهمیدی این برای ما هر چیز است. از وقت که اینال هر چیز خوبتر است. فهمیدی که امی مردم ما تو با سهولت و آرامش زندگی کنه، زندگی خود پیش ببره. این همی پیام مستق برای مردم افغانستان که اینم تو حکومت خوب داشته باشیم تا آینده را. فهمیدی دیگه این پیام مستق. تشکر لالا تور عزیز. قربان. خیر بودی. زنده باد. بیننده عزیز، تشکر از اینکه تا به ایدم همراه ما بودین. آمده بودیم به منطقه چل دختران ولایت کابل مربوط به ولسوالی چهار اسیا که به شما معلومات دادیم و درباره دلیل از اینکه چرا ایره چل دختران میگه شما و ما هم فهمیدیم و همچنان درباره اهمیت و دهقانی و ازیای این منطقه هم فهمیدیم. تشکر از اینکه بیننده برنامه ما بودین و سابسکرایب و لایک و کامنت یادتان نره. حمایت شما به ما انرژی میده تا بریم به هر نقاط کشور ما و کشور ما را به شما معرفی کنیم که افغانستان وطن ما و مردمشان در چه حال هستند. تشکر.